سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی دوم چنل من تو یوتیوب. امروز همونطور که داشتم تو انبار رو میگشتم، این چشم خورد به این دستگاه. گفتم که حالا من تخم مرغ که دارم و بذار تخم توش بذارم. اومدم دستگاه رو تمیز کردم، آبش کردم. حالا بید که حالا بریم که دستگاه رو روشن کنیم ببینیم اصلا کار میکنه یا نه. دستگاه روشن شد. دستگاه روشن کنیم. چرخشش رو ببینیم کار میکنه یا نه. تخم وقتی توش بذاریم دیگه معلوم میشه. الان دستگاه خاموش کنیم، چرخش دستش رو ببینیم کار میکنه. آره، چرخش اتوماتیکش کار میکنه. باید بریم تخم رو توش بذاریم. من تقریبا 50-60 تا تخم جمع کردم. اینم از تخما بذارم داخل دستگاه. این شونه قرار گرفت. یه خورده دیگه تخم داشتم، اینا رو هم بذارم. خب اینا رو هم گذاشتم. حالا بریم که دستگاه روشن کنیم. خب چرخش اتوماتیک خودش هم کار میکنه الان. این از دماغ که قبلا تنظیم کردم. یه خورده این دستگاه چون قدیمی بود یه خورده جای پوسیدگی داشت، درست کردم. حالا به امید خدا دستگاه رو میبندیم تا 20 روز دیگه. به امید دیدار. خوشحال شدم از دیدنتون. یا علی.